نام من میناست و 12 ساله. مادر و پدرم از هم جدا شدن. آنها سر هر چیز جنگ میکنه، خصوصا سر من. پدرم فامیل نو پیدا کرده و هیچ که به ما وقت نداره. حتی یک بار هم وقت نداره که مرا به فوتبالم روی کنه و دیگه ای که من باید کوچوکی بخوابم، به خاطر که من یک اتاق خواب ندارم. از همین خاطر مادرم سر پدرم قار است و همیشه هم روی جنگ میکنه وقتی که هم دیگر رو میبینه. با وجودی که من زیاد خوش دارم با مادرم زندگی کنم، مگر با پدر خود هم باید زندگی کنم وقتی که مادرم وضعیتش خوب نیست. مریضی از او باعث میشه که گاهی وقت بسیار خوشخوی باشه و گاهی وقت بدخوی. گاهی او باید شفاخانه باشه. خوشایند نیست که آدم زیاد ناوقت بیایه. با وجودی که معلم من خوب است. من همیشه درد دارم در شکم خود و همین مشکل میسازه که هوش خود بگیرم و همین است که چیزها را فراموش میکنم، حتی کارخانگی خوده. بالاخره مکتب یک نامه تشویش‌آمیزی به دفتر حمایت اطفال روان کردند. انیتا از دفتر حمایت اطفال میخواست مراقب قضیه من باشه و او به من پیشنهاد کرد که ما و فامیل میتونیم یک شورای فامیلی داشته باشیم. به این معنی که ما با فامیل و دیگر کلانایی که من خوب و نمیشناسم با هم بشینیم. اما که در آنجا گپ میزنه که چطور میتونه مرا کمک کنه. خوبیش است که ما با هم یک جا تصمیم بگیریم در مورد چی صحبت کنیم. و این سوالات هست که ما و مادر و انیتا با هم در موردش به موافقه رسیدیم. 1. چطور میتونه چیزا بهتر شو برایم در مکتب؟ 2. کی میتونه مرا به فوتبالم رایی کنه؟ 3. چطور میتونه که چیزا برایم بهتر شو در خانه پدرم؟ 4. چطور میتونه چیزها در خانه مادرم برایم بهتر شوه؟ یگانه سوالی که کمبود بود در موردی که من میتونم بیشتر با کوکوس یک جا باشم. به نظر انیتا یک سوال خوب بود. گونار که یک شخص تنظیم کننده است و او مرا کمک میکنه که از همه آنها پرسان کنه که آنها میتونن بیاین. به نظر من بسیار خوبه که میتونم امراشان یک جا تصمیم بگیرم که کی میتونه به شورای فامیلی بیایه. ما به موافقه رسیدیم در این مورد. پدر؟ به خاطر که او یک پدر است که؟ به نظر گونار یورون دوست نو دختر پدرم هم امرش میتونه بیایه. یوناس، هاروید و مایا آنها نمیتونن آنجا بیایند. و آنها اولادای یورین هستن. این خود شورای فامیلی ماست و از همین خاطر من پدرم تنها به خودم میخوایم ماله. کاکاترول زیاد مادرم خوش نداره، مگم مرا کمک که دوست داره، از همین خاطر مو میتونه بیایه. الگا دختر ترولزت از او زیاد کالا برم به میراث رسیده و او 17 ساله است. او میتونه بیایه. مادر کلان مادری من نمیتونه بیایه به خاطر که در سودان زندگی میکنه، ولی مادر کلان پدری من میتونه بیایه. من مونا خورخنده مادر من انتخاب کردم باعث شخص کمک کننده، به خاطر که او مرا خوب میشناسه و او مرا زیاد کمک کرده به حساب شورای فامیلی من. معلم ما همراه ما می باشه به خاطر که او توضیح میده که ما در مکتب چطور هستم. همچنان کوکوس، ولی او نمیتونه آنجا گپ بزنه، مگر او آنجا می باشه به خاطر که بهترین دوستم است. من کم ترس دارم در مورد شورای فامیلی. فکر که اگه همگیشان جنگ کنه یا هیچ کدامشان نبیایه. کم نارامی داشتم امو روزی که ما شورای فامیلی داشتیم. کم عجیب بود 6 تنده اونجا، مگر می خوب بود که زیاد نفر آمده بود. گونار و انیتا هم مگیر خوش آمدید گفتن. معلم ما و دفتر حمایت اطفال نظر خود در مورد ما گفتن. شورای فامیلی شروع شد. هیچ کس هم جنگ نکرد. کاکاتروس نوشته کرده بود چیزایی که ما تصمیم گرفته بودیم و اینها همون گپایی بود که ما با موافقه رسیده بودیم. من با مکتب خودم میرم و اگه به نظر من سخت بود باز مادر کلان پدری مرا میبره. الگا پیش من خواد آمد هفته یک بار و مرا در کارخانگی‌هایم کمک خواد کرد. گاهی پدرم و گاهی کاکایم درست مرا همراهی خواد کرد که به فوتبال ببره. یورین گفت که من میتونم خانه او پدرم کوکوس هر وقت خواسته باشم برم، با وجود که از قبل قرار نگذاشته باشیم. و پدرم برایم یک اتاق خواب جداگانه درست میکنه و من بیغم میشم که در کوچوکی خواب کنم.
من خانه پدرم زندگی خواهم کرد اگه مادرم در شفاخانه باشه، مادرم ناجور باشه. مادرم به پدرم باز میگه. و از همه خوبترش است که کوکوس همراه ما و مادرم زندگی کنه در روزای رخصتی. پدر و مادرم موافقه کردن و گفتن فقط من مراقب وقت شاش کردن کوکوس صبح و شام می باشم. ما به زودی یک شورای فامیلی نو خواهیم داشت و پیش از اینکه دایر شود با دفتر حمایت اطفال جلسه خواهیم داشت. من هم میتونم در جلسه همراهشان باشم اگه خواسته باشم. راست شورای فامیلی خوشایند بود و به این گپ کوکوس هم موافق بود. حالا که مادر پدرم زیاد با هم جنگ نمیکنه، همه چیز مکتبم خوبتر شده و من میتونم با کوکوس یک جا باشم هر قدر که خواسته باشم. من کمک خوش می باشم با شورای فامیلی که بار دیگه جور میشه و کوکوس هم میرقم.